أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظیم. خداوند عزوجل در این آیت سوره زمر می‌فرماید که این خطاب پروردگار به پیغمبر نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که بگو ای حبیبی من محمد مصطفی به بندگانم که اگر به نفسهای خود ظلم کردند، خطاگی را رخ دادند، کمبودی که در زندگی کردند، یعنی لا تقنطوا من رحمت الله، لا تیأسوا من رحمت الله، یعنی از رحمت پروردگار هیچگاه ناامید نشوند. هرچی گناهی کردن از رحمت پروردگار ناامید نشوند، زیرا خداوند بزرگ تمام گناهان را می آمرزد. اون خدای بخشنده مهربان هست. نمازداران محترم، در این آیت این لطف پروردگار هست که اگر بنده گناه را صادر کرد، گناه را انجام داد، بعد گناهش پشیمان شد و امید کند که خدای غفور رحیم گناه یعنی بنده را آمرزیده است. حتی علما میگن که انسانی که اگر گناه زینای کرد، بد اخلاقی کرد، غیبت کرد، عرق خورد، عاق والدین هم باشد، بعد از آن پشیمان شد، توبه کرد، خداوند تمام گناهان او را میبخشد. شما درگاه خانه خدا در آمدید و با پای راست دعا کردید، در آمدید که اللهم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگارا درهای رحمتت را برایم باز بگردان، و هر چی که دعا میکنین دعای شما اجابت هست. هر گناهی را صادر کردید پیش از رمضان هم باشد، اون خدای غفور رحیم گناهین همه ما و شما را آمرزیده است. قصه را از قرآن بیان میکنم به شما. نوح علیه السلام 950 سال دعوت پیغمبری داشت. قومش را دعوت کرد، نصیحت کرد. چند سال؟ 950 سال، که این عمری خیلی طولانی هست. حضرت نوح علیه السلام از قومش شکنجه های را دید، آزار را دید، یعنی سخنهای قبیح را از قومش شنید. شما میدونید که این قرآن در بیان شده است چقدر یعنی عذابهای سخت را دیدن که در حالت دعوت، در حالت نصیحت. روز نوح علیه السلام پیش پروردگار دعا کرد. اونها پیغمبر بودند، با پروردگار گفتگو میکردند و خستگی خود شکایت کرد که ای پروردگار، این قوم من، قومی که مرا گوش نکرد و تحقیری مرا کرد، دعا میکنم که اینها را هلاک کن. پیش پروردگار شکایت کرد. شما میدونید که پروردگار یعنی هیچگاه دوستش را تنها نمیگذارد، اجابت دعای مظلوم میکند.
و پروردگار به نوح علیه السلام دستور داد، گفت که ای نوح از یعنی سفال کوزه های را ساز بکن، یعنی کوزه ها و چینی های را ساز بکن. نوح علیه السلام یعنی اون کوزه ها را ساز کرد. بعد از ساز کردن گفت که ای پروردگار من این کوزه ها را آماده ساختم، چیکار کنم؟ پروردگار گفت که ای نوح اکنون این کوزه ها را بشکن، همش بشکن. نوح علیه السلام وقتی که دید اینقدر زحمت کشیده است، مهنت کرده است و گفته پروردگار را رد نکرد، همگی کوزه ها را می شکست، همگی را می شکست، اما دلش چی ناراحت بود که اینقدر من زحمت داشتم و این کوزه ها شکست. پروردگار به نوح علیه السلام گفت که ای نوح دیدی که چیزی که تو ساختی و چیزی که تو بهترین آماده کردی و بعد اون را خراب میکنی برایت سخت هست؟ گفت البته پروردگار برایم سخت هست و برای من پروردگار خالق که بنده را می آفرم و رزق میدیم و تقدیرش میدیم، زیباییش میدیم، احترامش میکنم، برای من هم سخت است که بنده ام را عذاب کنم. برای من سخت است که بنده را چی در دنیا عذاب بدهم. ای نوح من رحمت دارم، من بخشش دارم. از این خاطر این قصه هست که شما امید کنید، ناامید نباشید. اون خدایی که شما را خلق کرد، اون خدایی که در دنیا شما را عزت و آبرو داد، هیچگاه شما را عذاب و شکنجه نمیخواهد که بکنه. فرصت ها هست، توبه ها هست. ولقد کرمنا بنی آدم، پروردگار میگه که من انسان را احترام آفریدم، من انسان را محترم ساختم. ای بنده ای که از گناه شرم میکنی، هیچگاه شرم نکن که پروردگار تو را چی دوست می‌دارد. پروردگار تو را دوست می‌دارد. هر لحظه ای که تو چی شب میری پیش پروردگار دعا میکنی در سر جای نماز، اون خدایی که تو را در شب دعای تو را اجابت میکنه و از گناه تو در میگذره. و در روز به پروردگار طلب کن که خدایا گناه مرا بیامرز، در روزم پروردگار چی گناه تو را میآمرزد. در حدیث قدسی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از خداوند نقل میکند که خداوند میفرماید ای بنده من، ای فرزند آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك. ای فرزند آدم، ای بنده من، اگر گناهان تو از زمین تا آسمان هم باشد و پیش من توبه میکنی، پشیمان میشوی، از زمین تا آسمان بر رحمتم پیش تو میآیم و هیچ مشکلی برای من نیست. ولا ابالی. یعنی رحمت پروردگار چنان وسیع هست که تو گناه اگر از زمین تا آسمان هم باشد، شرم نکن، پیش پروردگار طلب مغفرت کن، استغفار کن، خدایا بگو که من گناهگار هستم، گناه مرا بیامرز. اون خدای هست که تو را میآمرزد، تو را میبخشد. و خداوند گناهی را میبخشد که به دیگر بندگان میگفته است که پروردگار که گناهی بنده من را بپوشان، عیب جویی نکن. وظیفه بندگان عیب جویی نیست، عیبها را پوشاندن هست. و وقتی که انسان گناه صادر میکند، وظیفه ما و شما چی است؟ نصیحت کردن است. حالا که فرزند خطایی میکند، کمبودی میکند، در حال نصیحت میکنیم و اون برادر و همسایه و رفیق و هم درس و کسی هم باشد، با او ما باید چی؟ نصیحتگر باشیم. نگاه کنید که برادران اهل اسلام، نمازداران محترم، در روز قیامت پروردگار رحمتی دارد. حالا که در دنیا رحمتش چنان وسیع هست، باز در روز قیامت پروردگار رحمتی دارد که حدیث ابن عباس است. حضرت عباس میگوید که ابن عباس
من در پهلوی پیغمبر نشسته بودم که پیغمبر به من گفت که ای ابن عباس، میدونی که در روز قیامت خداوند رحمتی دارد که بنده اش را به رحمتش داخل بهشت میکنه؟ ابن عباس گفت که خدا و پیغمبر داناتر است. پیغمبر گفت که در روز قیامت که روز حساب و کتاب سخت هست که بعض انسان ها را عرق بدنشان تا زانو هاشون هست، بعض انسان ها را تا پیشانی هاشون هست و بعضی ها را یعنی روز قیامت سختیش عرق بدنش غرقش میکند. در اون روز بسیار روز سخت حساب و کتاب سخت است و بعضی ها را به رحمتش خداوند داخل بهشت میکند. کدام حالتی هست؟ اون حالتی هست که بنده در دنیا توبه میکند، از دنیا به توبه میمیرد. پروردگار به بنده اش میگفته است که آیا همون گناهی که تو در دنیا کردی و تو میدونستی و من پروردگار هیچ کس دیگر نمیدونست، آیا همون گناهی تو بود؟ البته میگفته است پروردگارا گناهی من بود. همگی گناهانش آشکار میشود و اقرار میکند و حتی در فکرش میآید دیگر من اینقدر گناهان زیادی دارم، شاید دیگر من به خود توشه به بهشت رفتن نداشته باشم. خیلی غمگین میشود. پس چی؟ پروردگار میگه که ای بندم غمگین نشو، چنانی که در دنیا این گناهات را پوشانده بودم، ستر کردم و گفتم دیگر بندگان ما که تو را تحقیر و آزار و آسیب نرسانند و دنیا تو را ما بخشیده بودم و امروز هم تو را در روز قیامت هم میبخشم، رو داخل بهشت. از این رحمت ها شما ناامید نشوید برادران اهل اسلام و همیشه دعا کنید و همیشه کار خیر انجام بدهید، عمل صالح کنید و امید کنید که خداوند شما را چه عزت و آبرو و بخشیدگی هست. دعا میکنیم که پروردگار عزوجل از اون رحمت هایی که در روز قیامت دارد به ما و شما نصیب روزی بگرداند و الله رب العزت این همه عبادت ها را از ما و شما قبول بگرداند. گذشتگان همه ما و شما را رحمت مغفرت شایسته جنت بگرداند و بیماری ها را همگی را شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگرداند برحمتک یا